مخاطبین از رسانه پشت پرده. ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم داشونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. این نکته یادم رفت، به همراه تیم آدم فروشم، چون دوستان میگن تیمم بعد بگم که تیم آدم فروشم. خلاصه دور همین یه نونو افشاگری داریم میخوریم. الانم ساعت به تایم ایران 13:44 ظهر است، یعنی همون 1:44 شنبه 17 شهریور ماه. تکرار میکنم تصویر پشتم کروماکیه، دوربین دوم کروماکیه و خلاصه الان ساعت 1:45 است. یک موضوعی رو میخوایم بررسی کنیم که خیلی برای من کامنت و دایرکت اومده بود. میگفتن آقا راجع به آیسان اسلامی چرا افشاگری نمی‌کنی؟ آیسان اسلامی که چند وقت پیش حمله کرد به یه سری از این دخترایی که توی دبی بودن، حالا بیزینسی بودن نبودن معلوم نیست، ولی خب این قضیه باعث شد که این چهره آیسان اسلامی حتی یه سری از رسانه ها هم بهش حمله بکنن، مثل BBC، مثل من و تو توییتر و جای مختلف، که چرا آیسان اسلامی معروف شده ما نشدیم، اون چیکار کرده که ما نکردیم و چرا آیسان اسلامی معروف ما معروف نیستیم. امروز میخوایم بررسی کنیم که چرا آیسان اسلامی معروف شده، چرا اینقدر محبوب شده و چرا یه عده میترسن از این محبوبیت و معروفیت. و من یه دونه استوری هم گذاشته بودم و گفته بودم که بگید به من چرا اینقدر آیسان اسلامی معروف شده. تقریبا 7 دقیقه پیش از لحظه ضبط این ویدیو بوده، 1400 نفر سین کرده بودن تا لحظه‌ای که من این اسکرین رو نگه داشته بودم. میتونم رفرشم بکنم دوباره. الان شد هلوهوش 28000 نفر، نزدیک به 1 میلیون نفر استوریامو میبینن. نمیتونم اینجا بهتون نشون بدم، اما توی موبایل اول نظرات شما رو بخونم، خیلیاشو، بعد توضیح بدم که چرا آیسان اسلامی اینقدر معروف شده. یکی نوشته دل بزرگی داشته، یکی گفته به خاطر شعر که میگه، یکی گفته به خاطر فحشاش، به خاطر صداقتش، به خاطر لهجه شیرینش، به خاطر مهربون بودنش، فی‌البداهه صحبت کردنش، داستانای. حالا مثلا اسم اینا ببینید، یه دقیقه اینجا بهتون نشون بدم، اینا همه جوابایی که شما دادینا. یعنی من الان رفت بالا، تازه توی همین تقریبا 10-11 دقیقه‌ای که این استوریو گذاشتم، ولی خب حالا البته برگردم و دوباره بزنم این سوالا همجوری بهشون اضافه میشه. خلاص یکی گفته که قلبش پاکه، یکی گفته که پول داده، سری پیجا تبلیغش کردن به عنوان نمیدونم میلیونر رو، حرفای باحالی میزنه، یکی گفته چندش، یکی گفته باحاله، یکی گفته شیرین حرف میزنه، یکی گفته سلطانه، که میگه فوشش، غیرتش، لایف استایلش، بی شخصیت بودنش، قاچاق پولدار بودنش، خوش قلب بودنش، آمریکایی بودنش. دارم تون میخونم. پسر شاه باشه، یکی نوشته صادق بودنش، ادا در نمیاره، خوش استایل، نمیدونم کار بزرگی میکنه، روک بی‌تعارف حرف میزنه، بی حیا بودنش. دوباره یکی دیگه گفته که خودشه فلان و اینا. ولی خب تا من این همینجوری داره آپدیت میشه، یکی نمیدونم عکس گل فرستاده، یکی عکس نمیدونم چیز صاف فوش میده. خیلی ها به این موضوع فوش دادن اشاره کردن، ولی خب حالا بررسی میکنیم. اول اینکه بگم چرا رسانه ها میان به یه شخصیتی مثل ببخشید آیسان حمله میکنن. ببین عموما و اصولا رسانه های حکومتی یا رسانه هایی که داخل ایران هستن دوست ندارن یک کسی بیش از حد معروف یا محبوب بشه. اگر معروف و محبوب بشه سعی میکنن با یک سری روش هایی که دارن اون شخص رو تخریب بکنن. مثلا علی کریمی اومد اپوزیسیون شد، سیاسی شد و فلان اینا، اومدن ماجرای خواهرش رو بولد کردن که این سر خواهرش رو کلا گذاشته و چنین و چنان. یا خیلی از فوتبالیستا و بازیگرهایی که به نوعی معروف و مشهور بودن. من قبلا توی یکی از ویدیوهام به این قضیه اشاره کرده بودم، ولی دوباره این قضیه رو مطرح میکنم. اتفاقا مسئولین و افرادی که توی اون سیستمن
و خصوصا تو حوزه سینما دوست دارن که فساد توی بدنه سینمای ایران باشه. چرا دوست دارن این فساد باشه و چرا این فساد رو پاکش نمیکنن و حذفش نمیکنن؟ دلیلش خیلی ساده هستش، به خاطر اینکه این فساد رو باز میذارن، به عنوان آتو از بازیگرا اونو میگیرن و دسته به زنگاها اون آتوها رو خرج میکنن. بعد اون وسط چه اتفاقی میفته؟ حمله میکنن به امین فردین، میگن امین فردین بی‌ناموسی میکنه، امین فردین افشا میکنه این افرادو که این افراد نونشون بریده بشه، این افراد ممنوع الکا و ممنوع التصویر بشن. اگر شما یک مورد رو اووردید که بعد از افشاگری من اون آدم ممنوع الکا یا ممنوع التصویر شد، هر چی خواستید به من بگید و بگید من براتون انجام بدم. حتی یک مورد هم از افشاگری‌های من به ممنوع الکاری، ممنوع التصویری و ممنوع الفعالیتی نرسیده بوده. اتفاقا انقدر فساد توی بدن سینما ایران زیاده که اینا سعی میکنن جلوی این فساد رو از رسانه‌ای شدنش بگیرن. اتفاقا چون یه دونه میگفتن امین فردین با اون سیستم اصلا اومده که سلبریتی ها رو تخریب کنه، اصلا اومده یه کاری بکنه که اونها بین مردم خراب بشن. اتفاقا برعکس، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی یا دستگاه‌هایی که تو اون مملکت سیاست گذاری میکنن هیچ علاقه ای ندارن که فساد، فحشا یا حتی روابطی که از دید جمهوری اسلامی آخوندها خارج از عرف رسانه‌ای بشه. چرا که اگر این قضایا رسانه‌ای بشه عادی سازی میشه و اگر این قضایای دختربازی و فساد و فحش عادی سازی بشه دیگه نمیتونن به عنوان یک اهرمی برای تهدید این افراد یا برای تخریب این افراد استفاده بکنن ازش. مثال برای شما میزنم. وقتی من توی رسانه هم میگم که فلان سلبریتی، ربطش میدم به آیسانا رو تصور کنید، وقتی میام توی رسانه هم به عنوان به عنوان یک رسانه میگم آقا فلان سلبریتی فساد اخلاقی داره. فسادها میتونه لایه‌های مختلفی داشته باشه. من خیلی نمیرم اون فیلم سوپر طرفو پخش بکنم که من میگم آقا فلانی با فلانی دوست بوده. دستگاه اطلاعاتی امنیتی دستگاهی که تو اون سیستمه علاقه ای نداره که من اینو رسانه‌ای بکنم. چرا؟ چون با گفتن این قضیه و با تکرار این قضیه عادی سازی میشه. وقتی که عادی سازی بشه دیگه مردم بعد از 20 بار 30 بار میگن خب آقا اینا هم به هر حال بعد دوست دختر داشته باشه دیگه. کاری که من واقعا دوست دارم لولش درست و منطقی بره، تبدیل به بی‌ناموسی نشه، یعنی درست باشه. خب مثل اینکه شما الان به بازیگر خارجی مثلا بگید جنیفر لوپز فلان دوست پسر داره، نه کسی میگه آه، نه کسی میگه واو، نه میگه یا بل، خب داره دیگه. ولی این توی سلبریتی های ایران تا قبل از این که من بیام این قضیه رو مطرح بکنم یک تابو بود، اصلا راجبش صحبت نمیشد. همایون شجریان هم با سر دولتشاهی وقتی رفت تو رابطه سعی می‌کرد پنهانش بکنه. وقتی ما رسانه‌اش کردیم خودشون دیگه علنی کردن این قضیه رو. تو مصاحبهش با عادل فردوسی بود اینو گفت، در صورتی که هنوز عقد رسمی هم با هم دیگه نکردن. آناهیتا درگاهی با یکی دیگه از افراد معروف و مشهور اصلا ازدواج سفید کرده بودن. یا خیلی دیگه از این افراد. وقتی من اینا رو بیام بگم عادی سازی میشه. از اون طرف دستگاه اطلاعات امنیتی خیلی سعی میکنه این قضیه رو سفت نگه داره، هیچ چیش در نره. گوشی من رو سایلنت نکرده بودم، هیچ چیش در نره، به خاطر اینکه اون بازیگره یا اون سلبریتی اگه یه زمانی دست از پا خطا کرد یه چیزی رو میکنه میگه ببین حواست باشه ترمزتو میکشم، اما وقتی عادی سازی بشه میگه برو بابا اصلا پخش کن، مهم نیست دیگه، الان واسهشون عادی شده. مثل 15-20 سال پیش یه عکس تولد از یکی لو میرفت همه خودشون جرواجر میکن. وحید خزایی کسی بود که میگفتن آقا عکساش با دخترای مختلف رفته بیرون، رفت زندان، اما الان به یه مرحله رسیده رو خودش همینجوری ول میکنه، اصلا هر چی لختر پر مخاطبتر، در صورتی که این قضیه 10 سال پیش باعث آوارگی شخصی مثل وحید خزایی شد. پس نتیجتا اون سیستم آدمای معروف و مشهور رو با اهرم هایی که داره میخواد کنترل بکنه و میکنه و تونسته و موفق هم بوده. از اون طرف دستش به شخصی مثل آیسان اسلامی نمیرسه و از اون طرف دیگه اهرمی نداره برای اینکه بخواد این آدمو تخریب بکنه. پس تیرش به سنگ میخوره و اگر این آدمو معروف و در لول دوم و در مرحله دوم محبوب بشن، در یک جریان سیاسی و در یک اتفاق سیاسی ممکنه یک فراخوانی رو بدن، ممکنه یک کاری انجام بدن که حتی منجر به انقلاب یا حتی کودتا در یک سیستم بشه. به خاطر همین همیشه لیدرها رو میزنن
که کودتایی اتفاق نیفته، که اتفاق سیاسی صورت نگیره. هرچند آیسان اصلا تو این فازها این چیزا نیستا، من میشناسمش نزدیک، خیلی سال با هم ارتباط داریم. قبل از معروفیتش پیجش 5 کا 10 کا بیشتر نبود، خودش میتونه بیاد بگه بعد. ولی شانس باش راه بود، یعنی باش همراه بود و باش توی راه بود. شانس بی دخیل، بی تأثیر نبود و دخیل بود در معروفیتش. اما اومد یک ادبیات کوچه بازاری رو هم آورد که بود، حتی من توی رسانه هم داشتم. و نکته مهم و جالبش این بود که از یه ادبیاتی استفاده میکرد که کسی استفاده نمیکرد. یعنی ادبیاتی که ما تا الان توی فضای رسانه‌ای نداشتیم. نمیدونم داستان‌های جنسی، نمیدونم رابطش با دخترها، دوستی‌هاشون، ادبیاتش، فحشایی که میداد. و از اون طرف زندگی لاکچری که دیگران در آرزو و رویاشونه الان داره زندگی میکنه و جوری داره زندگی میکنه که مثلا من همه چیزو همینجوری به دست آوردم، نمیدونم راحت دارم اشغال، از صورتی که حالا مثلا فکر میکنن که مثلا طرف آدم پونگوشادیه، مثلا صبح تا شب مثلا داره فقط استوری میذاره، نه در صورتی که حالا بیزینس دیگه ای داره این آدم و روند زندگیش رفت اون. چرا مثلا من توی رسانه خودم راجع به این آدم تا الان صحبت نکردم یا ضدش صحبت نکردم؟ بخاطر اینکه این حجم از مخاطبی که داره تا الان تبلیغ هیچ برند و بیزینسی رو نکرده، پس نتیجتاً از فضای مجازی سوء استفاده ای نکرده به نفع اهداف خودش و هیچ وقت سعی نکرده که استفاده ای بکنه که به ضرر مردم باشه. وقتی که یه حرکتی رو داره انجام میده که سایت‌های شرط بندی بهش پیشنهادات عجیب غریب دادن، حتی پیشنهاد ماهی 50 میلیون دلار. یعنی ببین چقدر این سایت‌های شرط بندی درآمد دارن که یه همچین پیشنهادات عجیب و غریبی هم میدن. قبول نکرده. و افراد مختلف، حتی یکی دو موردش رو من خودم شاهدم که افراد مختلف اومدن و گفتن که آقا بیا تبلیغ کن، بس نکرد، گفت من نیاز ندارم به این پولا. خب پس طبیعتا اگه کسی در مسیری داره میره که به مردم آسیب نمیزنه، من کرم دارم راجبش روشنگری بکنم. در مسیری داره میره که آقا جریان جامعه رو خراب نمیکنه، کرم دارم راجبش روشنگری بکنم. حالا اون ادبیاتش که میگن آقا این ادبیات بدو داره جا میندازه، ادبیات هست بابا، یه سری تو این دایرکتاتون رو بزنید، تو این کامنت ها بزنید، مردم از این دهن لخترن، مردم از این آیسان اسلامی اصطلاحاً بی ادبیات ترن، بی تربیت با بی ادب بودن فرق میکنه. تربیت چیزی که تو باش بزرگ شدی، ادبیات چیزی که تو ازش استفاده میکنی. پس بی ادب بودن با بی تربیت بودن یه مقداری میتونه با هم دیگه متفاوت باشه. حالا از اون طرف رسانه ها و افراد مختلف بر نمیتابن دیگه، هر روز داره به مخاطبش اضافه میشه، رشد مخاطب داره. یه مقداری هم دوست ندارم من با آیسان اسلامی رفاقت بکنم دیگه، یعنی از جزء معدود لایوایی که داشته با من بوده و کسی لایو نداشته و آدما سری مثلا رفتن حواست باشه با همین فردی میخوای رفاقت بکنیم، میذارن دهن تو سرویس میکنن. این شروورایی که بوده و هست و خواهد بود و میاد به گوش من میرسه دیگه و میاد میگه که آقا این اینو گفته اونو خنده داره، ما میشنویم و در میکنیم بره توی لاین خودش. این شده الان داستان آدم هایی که حالا شاید بعد از آیسان اسلامی هم بیان. اگر این آدم ها بعد از آیسان اسلامی هم اومدن، اگه دیدید یه تخریب اینطوری از سمت رسانه ها شد، اگه کاری کرده بودن به حق که داستانش فرق میکنه. اگه نکرده بودن خب بدونید که این آدم ها، ببینید مثالشو برای شما میزنم، نمیخواستم پخش کنم و دیگه الان باید این اتفاقو یه کوتاهشو پخش میکنم، چون من عادت ندارم مثلا بی اخلاقی بکنم و اینا. همون دختری بود که براش ایجاد حاشیه کردن. ببینید حتی خودش هم یه دونه، اگه دقت بکنید یه دونه استوری هم چیز هم گذاشت، اصطلاحاً یه توضیح هم داد، گفت من دستپوز خواهرامو نمیدونم شرمنده خانم ها شدم و این صحبت ها. اومد 22 میلیون هم ویو خورد این پستش و راجب یه دختری بود توی دبی که میگه با پول یه شب تفریح میتونیم یه هفته مثلا یه شب
تفریح هفته اشغال بکنه این صحبت ها که اومد این واکنش رو نشون داد، چقدر هم بهش حمله شد، از طرفم معذرت خواهی کرد. من یه چیزی از اون دختره پیدا کردم و اگر این قضیه رو رسانه‌ای می‌کردم، یعنی هم بی بی سی که اومده بود گزارش داده بود، هم رسانه ها، هم طرفدار فمینیستا، اگه همه اینا می اومدن، یعنی همشون با خاک یکسان می‌شدن و همه می اومدن بابت حمله‌ای که به آیسان کردن ازش معذرت خواهی می‌کردن. یه چیزی بود و من اینو برای آیسان فرستادم، گفتم آیسان من اگه اینو رسانه‌ای بکنم همه حجم‌ها از رو برداشته میشه و دوباره به اون دختره فوش میدن. جوابشو ببینید، یعنی با اینکه حمله روش بود و حجم روش بود و همه میگفتن آقا به دختر، ببینید چی گفت من. این صاحبشو پیدا کردی؟ امین جان قدیر یه موقع نذاری گناه داره. ببین بقیه‌شو نمیذارم، یعنی فقط یه تیکشو گذاشتم. یعنی میگفتش که حتی حاضر نبود که من این فیلمو بذارم، خب که برای اون دختره حاشیه اتفاق نیفته. برای اون دختره، یعنی وایس 2-3 تا وایس به من داده، چون میدونم و بهشم قول دادم که اون فیلم رو نذارم، نمیذارم هیچ وقت. ولی با این حال، با اینکه این همه حجم روش بود، کسی که بی بی سی بهش حمله کرد، رسانه‌ها بهش حمله کردن، تو توییتر بهش حمله کردن، باز حاضر نبود که اون دختره تخریب بشه. چون اصلا هدفشون نبود. هدفشون بود که آقا مراقب دختراتون باشید، مراقب زنای سرزمینتون باشید، مراقب ناموساتون باشید. اینا اتفاقاتیه که در پشت پرده است. گاهی وقتا باید آدم ها تلنگر بخورن. اگه یه آدمی معروف و مشهور میشه، یا آدمی محبوب میشه، تو پشت پرده محبوب میشه. قلملبم به هم دادیم و اینا. تو پشت پرده، یعنی در پشت پرده آدم درستیه. تو ظاهر ممکنه که 1000 تا حرف بزنه، اما اینجاست که آدم ها میتونن بفهمن که چقدر یه آدم میتونه درست باشه یا چقدر یه آدم میتونه اشتباه زندگی کرده باشه. ولی خب امیدوارم که این آدم ها هم تو زندگیشون موفق باشن و اینکه دنبال محبوبیت آدم ها میگردید یا اینکه چرا یه آدم محبوب میشه ما نمیشیم، پیدا کنید ریشش رو توی وجود خودتون، تو قلب خودتون. ببینید تو قلبتون آدم درستی هستید. ببینید تو خلوت خودتون آدم درستی هستید. اگه آدم دیگه بود میگه آقا راست میچونه لقه، پخش کن دهنشو سرویس کن. پخش کن دهنشو سرویس کن، دهن منو گاییدن، اینا به من فوش دادن، اینا فلان کردن، پارم کردن فلان. اگه کی دیگه بود این کارو میکرد دیگه. نه اینکه 2 تا 3 تا وایس به من بده همه طولانی و تو اون وایساش بگی آقا نکن، ولش کن، رد کن بره. این شده داستان آدم ها. و اینکه اگر میبینید من راجع به یه آدمی افشاگری نمیکنم، چون پشت اون آدم و پشت پرده اون آدم و زندگی اون آدم و لحاظ بیرون از فضای رسانه‌ای رو هم میبینم. خیلی از این سلبریتی ها رو من تو فضای خصوصی باهاشون رفیقم، میان آلمان میرن میبینیمشون. حتی کسایی که من باهاشون میشینم بعضن چرا ممکنه که راجبشون پشت پرده هم بگم، راجبشون صحبت بکنم. ولی این دلیل بر این نمیشه که من نسبت به این آدم ها عقده داشته باشم یا نسبت به این آدم ها کینه ای داشته باشم. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. خیلی مخلص.